هست علمای اهل کتاب هستن، علمای یهود هستن، علمای نصارا هستن، کسایی هستن که اونا یا احبار یهود یا به اساس علمی که در کتاب خود دارن این بشر مشناسن کی آخرین کی هست؟ پیغمبرها هست. پس باید برشان توصیه میکرد که اونجا ببر و علما هستن و بزرگا هستن، ایره مشناسن، باز ایره خوب احترام میکنن، ایره چی میکنن؟ نه، اما گفت نه، یا علمای درباری دین فروش هستن که اینا به خاطر منفعت دنیوی خود اینمی پیغمبر هم میکشن. علم اگر در دل زند یار شود، علم اگر در سر زند مار شود. این اونو علمای هستن که کلام الله را تغییر دادن. این اونو احباری هستن که اینا تورات و انجیل تحریف کردن. این اونو کسایی هستن که لعنت الله سر از را نازل شده. اینی کسایی هستن که مغضوبی علیهم هستن، غضب الله سر از را نازل شده. اینا کسایی هستن که ضالین هستن، گمراه هستن، یا پیغمبر را میکشن. پس اینجاست که درس میگیری که اونو کسایی که ولو که علم زیاد داشته باشه لکن به خاطر منفعت دنیوی خود کار میکنه، به خاطر چوکی و قدرت کار میکنه، بازی آماده هست پیغمبر را بکشه، آماده هست کتاب الله را تحریف کنه، آماده هست فتاوای ضد دین بده و حق باطل بسازه و باطل چی بسازه؟ حق بسازه. از این خاطر است که این المنافقین فی یا منافقت میکنه، ظاهرا به نام دین است اما در باطنش چی است؟ از این خاطر الله میگه که این المنافقین، یعنی از کافر هم کده دیدنی یا پایان تر هستن، یعنی کافر در دوزخ میره و منافق در کجا میره؟ فی الدرک الاسفل، یعنی در دوزخ که از درکات است. الله ما و شما را حفظ بکنه. یعنی منزل بالا و بلند منزل از دیگه، نه مثل بلند منزل از طبقه 136 و 134 و 131 بازمی تاتری نزدیک دیگه، ما تو بسیار دیگه که حتی مرداری دوزخیا و ریم دوزخیا و نجاست دوزخیا. یعنی منافقین جایشان دمی خانا که جور میکنن میگه چی از وزیر و باز چی میگه که کافر است، نه مشرک است، مرتد است، نه فلانی. اینیا هستن باز این منافقایی که ظاهرا تو را فکر میکنی مسلمان است، خوب عالم است، خوب متخصص است، خوب دانشمند است. ای باز کجا هست؟ ای باز فی الدرک الاسفل من النار، دمو فاضلاب دوزخ هستن که باز اینا از همو مثلا ترامپ در دوزخ هست، باز رودای ترامپ که مرداری هایش که زنه میره، مرداری هایش میره، باز در بین مرداری های ازی باز امی علمای درباری که بر ترامپ چی میتن؟ فتوا میتن، بازی شاش ترامپ در دوزخ میخورن. امی قسم مانا میتن ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یعنی درکات دوزخ هم چیز داره، درک داره. درک داره یعنی چی معنی؟ یعنی عذاب های مختلف است. بازنال عذاب از عذاب کرده سخت‌تر است. یک کسی از مثل کاکای پیغمبر صلی الله علیه و آله در یک جای از در یک جای دوزخ از در میگیره میسوزه، مثلا عادی ترین عذاب دوزخی است که مثل که یک نفر سر تاوا استاد کرده باشی، سر منقل زمین سگان و زسته کتابون، یعنی مثل که سر منقل زمین استاد، خلاص تو بسیار خوب هم هستی، تو دمی سر منقل زمین استاد باشی. آسان ترین عذاب دوزخ است. یگانه که میگه که باز دوزخ آسان است، خیر سکشن است، کت منقل میباشم، کت گلنار بیگم میباشم، کت فلانی میباشم، اینالی یا سر از این منقل چی گذاشته میشه زمین سواره فهمیدی؟ یعنی در اونجا است. و باز ایدگاهش که هست، پایانش که هست، باز طبقه پایان است، کافر است و منافق است و مرتد است و مشرک است و مفکران جوان است و صاحب فکرای نو است و اینی مردم هست. باز خطرناکترین از یا منافقای هستن که ظاهرا چهره بسیار خوبش
ریشی بسیار لوکس است، قواری بسیار خوب است. بسیاری وقتا باز تو فکر میکنی که حتی دستایش میری ماچ میکنی، برش بسیار احترام میکنی. بازی سه اینا چی میکنن؟ این جوان بیچاره لوده به مطالعه و به این چیزه باز ایدت سه فقط دیگه چی که دیگه باز میره خود در پایش میپرته و در دستش میپرته و او دیگه قرار شیشته که جوانا دیگه کس حال خوب این کافر یا بسیار خوب مردم هستن که تازه باید رابطه داشته باشیم، دیگه برای دخترش 1-2 میلیارد بتیم، فهمیدی؟ برای خودشان لاکت طلایی در گردنش پرتیم. بازی دیگه کس بازی های بسیار خوب کار کردن. هذه علاقة اجتماعية لا بد منها. بس ملاش بس مه بس دسمالكم ندخل چیزایی جور کرده منافق دیگه نیست، بس خوب چیزایی جور کرده. هذه علاقة اجتماعية لا بد، باید رابطای اجتماعی داشته باشیم. کتکی رابطه اجتماعی داشته باشیم برای کی؟ برای دشمن الله. الله میگه لا يتخذ المؤمنون الكافرين یا میگه اتخذوا الكافرين اولیاء. کافرها را چی بگیریم؟ اولیایتان بگیرین، دوستتان بگیرین که از جا قرارداد کنیم، پروتکل کنیم که از جا بسیار باشین. باز مردم میای بر تو میگه که خب صاحب شما بسیار علمیت دارین یا شیخ الحدیث صاحب، شما صاحب خوب علمیت داری، خوب نحو صرف را میفهمی، یا فلان شیخ القرآن صاحب. اینا تو بیچاره که گپ میزنی تو جوان گپ کی قبول میکنه؟ ما تو در نظرش نمیمی تو چی هستی؟ ریش چه سعی کن؟ او خوریشش 3 متر است. او خو صاحب چلتارش سعی کن، لنگیش سعی کن، چشمای سرمهش سعی کن، چپکاکلایش سعی کن. تو خو نه چپکاکل داری نه فلانی داری. ها؟ بازی مردم باز گپ کی قبول میکنه؟ بازی قبول میکنه. و ای باز با اونمو چهره جمال الوجه مع قبح النفوس. عرب ها چی میگن؟ میگه وقتی که یک انسان چهره زیبا داشته باشه و نفسش بسیار چتل باشه، کمندیل علی قبر المجوس، مثل دستمالای لوکس سر قبر مجوسی ها. همین مجوسی ها که سابق پدرکلانای ما و شما بودن، نه ما و شما تاریخ مجوسیت داریم. خب 5000 ساله تاریخ داریم، 1400 سالش اسلام است و باقی مانده 3600ش تاریخ چی است؟ آتش پرستی و بت پرستی است. بعضی پدرکلانای آتش پرست ما و شما عادت داشتن که یک نفر فوت میکرد با سر قبر از او دستمال زری اوار میکردن، باز یک سوت چوب هم در کلش میزدن، او را زری پوش میکردن. فهمیدی؟ یعنی فهمیدی؟ این فرهنگ است. حال تو زیر فرهنگ هم میزنه آجی صاحب حالا هم پوش میکنن. شما کلتان بگو من 5 سلا را سرت استعمال کنم. فرهنگ است. این مردم زیر فرهنگ هم میزنه. این شاعرای ما تایید کرده. با طوق قبر مکناتن سلامم. حتی در انگلیس ها مردم زیارت جور کرده. تو آمدی ها؟ بازون صاحب مجوسی ها چی میگه؟ این شاعر میگه مجوسی ها که وقت مردهشان میمرد چی میکردن؟ سر قبرش تکی بسیار لوکس میخدن، اوار میکردن و یک سوت چوب هم کشال میکردن، رو خوب یک پوش زری لوکس میکردن و 4 طرفش گل یک پاره میچیندن. باز شاعر که تیر شده گفته جمال الوجه، چهره بسیار مقبول داری، زیبا داری، مع قبح النفوس، که نفسش چتل است، منافق است، که مندیل علی قبر المجوسی، مثل همین دستمال لوکس سر قبر کی؟ مجوسی. ظاهر قبرش بسیار لوکس است، خوب سمت شدگی، نامش هم نوشته است که الحاج فلانی خان و چطور کوی خان، اما در درونش مار است، گشتون است، زدنک است، گرز آتشی هست. فهمیده نه؟ پس این حالی است. الله بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که به خاطر تحکیم حاکمیت الله کار بکنیم و شریعت الله را اول سر خود تطبیق بکنیم و از نظام هایی که طاغوتی هست
از قوانین طاغوتی کافر شویم. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اگر میخوای که ایمان به الله داشته باشی اول به کی باید کافر شوی؟ به طاغوت. السلام علیکم و رحمت الله.